در سالهای نخست جنگ تحمیلی نوجوانی میهم پرست و از خانواده مذهبی پای به میدان دفاع از کشور نهاد. او در همان اوایل با تحقیق و پژوهش توانست بزرگترین و جامعترین رشته رزمی فرهنگی امدادی ایرانی را با نام کماندو به ثبت برساند. وی پس از آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته رزمی به تعدادی از جوانان با استعداد این سرزمین رزمگاه کماندو ایران را در قلب جنگل‌های مازندران بنا نهاد. فنون امدادی، فرهنگی، رزمی، رزم در جنگل، رزم در کوهستان و بدنسازی رو هنرجویان به طور شبانه روزی آموزش می‌بینند. عبدالحمید باقریان، بنیانگذار و رئیس رزمگاه کماندو ایران، در سال 1386 دکترای خود را از آکادمی نخبگان ایرانیان دریافت نمود. او در همان سال به عنوان برترین فرد نخبه علوم رزمی و احیا کننده رزم ایران باستان معرفی شد. 25 مرداد ماه سال روز تصویب رزمگاه کماندو ایران و تشکیل بزرگترین تشکل رزمی کشور در تاریخ معاصر می باشد. در سال 1387 مجوز این گروه ورزشی لغو و فعالیت این گروه از جانب دستگاه‌های امنیتی کشور مخاطره آمیز اعلام شد. در دی ماه همان سال با یورش گسترده مأموران وزارت اطلاعات به محل سکونت استاد باقریان و مربیان ارشد مجموعه، رزمگاه کماندو ایران تعطیل و بازجویی‌های گسترده از افراد این مجموعه آغاز شد. 9 ماه بعد استاد باقریان و افراد مجموعه تبرئه و از بند وزارت اطلاعات آزاد شدند، اما رزمگاه کماندو ایران همچنان تعطیل ماند. در سال 1389 خبرگزاری فارس در خبری دروغین رزمگاه کماندو را فرقه‌ای انحرافی معرفی کرده و مدعی ارتباط استاد باقریان با گروه‌های معاند شد. سپس استاد باقریان را به ارتباط با امام زمان محکوم نمود. این در حالی است که به گواهی عموم خانواده باقریان از خانواده‌های شهدا و قشر مذهبی قائم شهر می باشد. این خبرگزاری پا را از این فراتر گذاشته و اعلام کرد که استاد باقریان دستگیر و روانه زندان شده است. این اخبار کذب همچنان ادامه داشت تا سال 1391 با یورش گسترده نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و تخریب بخشی از این مجموعه درگیری بین هواداران رزمگاه و مزدوران حکومتی آغاز شد و در نهایت پس از 4 سال مبارزه رو در رو و بی نتیجه ماندن پیگیری های قضایی با فشار مستقیم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و به دستور مستقیم دادستانی مازندران، مجموعه فرهنگی آموزشی رزمگاه کماندو ایران به طور کامل تخریب و روستاهای همجوار آن نیز مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت. در مسیر قرآن از مهد دلیران، از خاک شیران، حماسه، ایثار